فقط توی یه دهه بیش از 30,000 کیلومتر مربع، یعنی به اندازه نصف مازندران خودمون، توی چین به علت فرسایش خاک زمین کشاورزی از دست رفته. یعنی چی؟ یعنی زمین‌هایی که تا دیروز نون یه ملت رو تامین می‌کردن، امروز حتی یک گیاه سبز هم ازشون در نمیاد. چه مشکلی پیش اومد؟ بحران غذا، کوچ روستایی‌ها، گرونی کشنده مواد غذایی و خیلی از چیزهای دیگه. این فقط یه سناریوی آخرالزمانی نیست، واقعیتیه که ممکنه فردا در خونه ما رو هم بزنه. اما چینی‌ها چیکار کردن؟ اونا یه حرکتی زدن که دنیا هنوز داره دربارش حرف میزنه. اونا اومدن میلیون‌ها کریفیش، یه جور خرچنگ کوچولوی آب شیرین رو از دل رودخانه‌ها برداشتن و ریختنشون تو زمین‌های کاشت برنج و بعدش فقط 6 ماه ولشون کردن به حال خودشون. نه مهندسی میخواست، نه کود شیمیایی، نه تراکتور، هیچی، فقط کلی خرچنگ آب شیرین. حالا این خرچنگا کیان؟ این خرچنگا با خرچنگای معمولی فرق میکنن. خرچنگای معمولی تو دریا و آبهای شور زندگی میکنن، شکل ظاهریشون هم کمی فرق میکنه، اما این خرچنگا اصلا نمیتونن تو آب شور دریا دووم بیارن. این نوع خرچنگ‌ها اسم علمیشون کریفیش قرمزه، یه جور خرچنگ رودخونه‌ای که توی آبای شیرین زندگی میکنه. توی ایران هم بهش میگیم خرچنگ آب شیرین، یا بعضی جاها میگن خرچنگ چنگکی. بله، باید بدونین که همین خرچنگ ها به عنوان گونه مهاجم توی ایران هم پیدا شدن. توی استان خوزستان، گیلان، گلستان، مازندران، ایلام و لرستان گزارش شده که این موجودات همینجوری دارن پخش میشن، مخصوصا اطراف هورالعظیم و رودخانه های اطراف اهواز. حتی بعضی مزارع ماهی و شالیزارها هم آلوده شدن. اگه شما هم این موجودات رو دیدین تو کامنت ها بهمون بگین. این خرچنگ‌ها به ظاهر کوچیکن ولی مثل تانک میرن جلو. تولید مثلشون خیلی بالاست. زمینو شخم میزنن و در اکثر مواقع با ریشه گیاها حال نمیکنن و حتی به سطح خاکی هم رحم نمیکنن. حالا توی چین چه اتفاقی افتاد؟ چینی‌ها بعد از 6 ماه برگشتن ببینن چی شده. دیدن زمینا یه جوری سبز و سر حال شده که انگار معجزه رخ داده. نه تنها خاکو نجات دادن، بلکه کلی آدمو از فقر کشیدن بیرون. این اغراق نیستا، عین واقعیت که دارم براتون گزارش میکنم. و تازه این فقط اول ماجراست. میخواین بدونین چطوری این موجودات کوچیک با اون قیافه های فضاییشون شدن قهرمانای کشاورزی چین؟ و اصلا این مدل کشاورزی میتونه تو ایران هم کار کنه یا نه؟ خب پس با ما همراه باشین تا از دروازه زمان عبور کنیم و بریم به زمان و مکان این ماجرای علمی. فقط قبلش ممنون میشم ما رو سابسکرایب کنین و ویدیو رو لایک کنین و تو کامنت ها هم بهمون بگین که از کجای این کره خاکی با دروازه زمان هم سفر هستین. اجازه بدین ماجرا رو از اول براتون بگم. کریفیش یا همون خرچنگ آب شیرین تا همین چند دهه پیش اصلا تو چین نبوده. نه تو قصه هاشون بود، نه تو غذاهاشون، نه حتی تو رودخونه هاشون. تا اینکه تو دوره جنگ جهانی دوم بین سالهای 1937 تا 1945 ژاپنی ها که یه بخش از چین رو اشغال کرده بودن، یه مهمون ناخونده با خودشون آوردن، کریفیش قرمز. جالبه بدونین ژاپنی ها اون موقع این خرچنگ ها رو بیشتر به عنوان یه حیوان زینتی یا آزمایشگاهی نگه می داشتن، یه جورایی مثل ماهی قرمز خودمون. وقتی هم که تو دوره اشغال از ژاپن به چین مهاجرت کردن یا جابجا شدن، این خرچنگای کوچیک هم همراهشون وارد چین شدن. اما بخش عجیب ماجرا اینجاست. همین موجود کوچیک و ظاهراً بی خطر چند دهه بعد تبدیل شد به یکی از پایه‌های مهم تو سیستم کشاورزی مدرن چین. خرچنگ رودخونه‌ای به دلیل توانایی بالا در تطبیق با شرایط محیطی، سرعت بالای تولید مثل و تغذیه از باقی مانده‌های گیاهی نقش کلیدی توی کشاورزی پایدار و اقتصادی چین پیدا کرد. اینم باید بگم که اوایل دهه 90 این نوع خرچنگ ها توی چین یهو تبدیل شدن به یه ترند غذایی، از سوپ تند بگیر تا کریفیش خوابونده تو شراب. مردم چین این خرچنگ های ریز آب شیرین رو انقدر دوست دارن که الان حدود 90% مصرف جهانی کریفیش رو خودشون تنهایی میخورن. یعنی مصرفشون از کشورهای معروف دیگه مثل برزیل، فرانسه، تایلند و حتی ایالت لوئیزیانای آمریکا که خودش مهد اصلی این خرچنگه هم بیشتر شده.
حالا وقتی یه ملت عاشق یه موجودی میشن چی میشه؟ معلومه دیگه، میرن پرورشش میدن. خرچنگای آب شیرین توی چین فقط یه غذای خوشمزه نیستن، یه صنعته. اونم چه صنعتی؟ فقط کافیه به این عددها یه نگاهی بندازین تا بفهمین با چه پدیده‌ای طرفین. در سال 2007 کل تولید خرچنگ توی چین حدود 265,000 تن بود، اما تا سال 2016 این عدد به شکل چشمگیری به 850,000 تن رسید و در نهایت سال 2022 میلادی چین با ثبت تولید بیش از 2,500,000 تن خرچنگ عملاً کنترل کامل بازار جهانی رو به دست گرفت. این یعنی در کمتر از 15 سال تولید خرچنگ آب شیرین در چین نزدیک به 10 برابر شده. یه رشد اقتصادی انفجاری که کمتر کشوری تونسته تو حوزه کشاورزی بهش برسه. طبق تحقیقاتی که با گروه دروازه زمان برای این ویدیو انجام دادیم که حتما منابعش رو تو دیسکریپشن ویدیو قرار میدیم، یه چیزی حدود 53 میلیارد دلار ارزش این بازار شده. یعنی اگه این خرچنگ توی بورس بود خیلی الان میلیاردر بودن. البته نه تو بورس ایران ها. حالا بریم یه جای خاص توی چین که واقعاً مرکز خرچنگ خوری و پرورش این موجوداته. شهرستان شویی در استان جیانگسو چین، جایی که بهش میگن پایتخت خرچنگ. اینجا یه منطقه است که حدود 210,000 نفر فقط از طریق خرچنگ پروری دارن زندگی میکنن. مثلا فرض کنین همه جمعیت یه شهری مثل گرگان فقط تو کار پرورش کریفیش باشن. این استان به نوعی به خونه اصلی برای خرچنگ‌های دنیا تبدیل شده. رشد اقتصادی که توی این منطقه اتفاق افتاده باعث شده خیلی‌ها تو دنیا با تعجب بهش نگاه کنن. اینجا نه فقط مرکز تولید خرچنگ بلکه یکی از موتورهای اقتصادی چین هم به حساب میاد. تا همین چند وقت پیش خرچنگ فقط یه خوراک خوشمزه و پرسود بود، ولی حالا وقتشه که تاج افتخار کشاورزی چین رو سرش بذاریم، چون اینجا داریم درباره یه شاهکار واقعی صحبت میکنیم: سیستم ترکیبی برنج به اضافه خرچنگ. قضیه از این قراره که کشاورزا میان وسط زمین برنج یه خندق دایره این شکل درست میکنن و اونجا میشه خونه جدید خرچنگا. بعد از برداشت برنج زمین پر از کاه میشه، آب هم تا بالاها میرسه و اون کاه ها میشن پتوی گرم و نرمی برای خرچنگ های کوچولو. اینا همونجا میمونن، رشد میکنن، غذا میخورن و عجیبتر این که به خود زمین هم کمک میکنن. یعنی چی؟ یعنی خرچنگ فقط مهمون نیست، خودش یکی از کارگرای اصلی مزرعه است. آفات و باقی مونده گیاها رو میخوره. این یعنی آفتکش طبیعی. فضولاتش میره توی خاک. این یعنی کود طبیعی رایگان و کامل زیر برگای برنج قایم میشه. این یعنی رطوبت خاک حفظ میشه. تازه حتی اگه بمیرم مواد مغذی جدید وارد چرخه خاک میشن. طبق تحقیقاتی که در چین تو بازی 10 ساله انجام شده، نتیجه ها شگفت انگیز بودن. افزایش 9.5% بازدهی برنج رو داشتن. خاک پر از نیتروژن، پتاسیم و کربن رو داشتن. کاهش چشمگیری تو مصرف سموم و کودهای شیمیایی داشتن. یعنی چی؟ یعنی کشاورزی که هم سالمتره، هم ارزونتره، هم درآمدش بیشتره. مثلا تو شهری مثل شویانگ هر یه مو تقریبا 667 متر مربع زمین حدود 3000 یوان معادل 440 دلار درآمد خالص داره، فقط با همین ترکیب طلایی برنج و خرچنگ. راستی این مویی که الان گفتیم یکی از واحدهای سنتی اندازه‌گیری زمین در چینه. هر یه مو تقریباً برابر با 667 متر مربع. تو مقیاس هکتار هم اگه بخواین بدونین هر 15 مو 1 هکتاره. خب تا اینجا فهمیدیم که ترکیب برنج و خرچنگ یه تحول تو کشاورزی چین ایجاد کرد. ولی چینی‌ها یه قدم جلوترم رفتن و گفتن خب اگه اردک هم بیاریم چی میشه؟ و نتیجهش یه ترکیب خفن و خارق‌العاده شد: برنج، خرچنگ، اردک. حالا چرا اردک؟ چون اردک‌ها عاشق علف‌های هرزن، آفت و راحت شکار میکنن، دونه‌های ریخته شده برنج رو میخورن و این وسط کلی فضولات طبیعی به زمین میدن که تبدیل میشه به یک کود فوق‌العاده برای خاک. یعنی کشاورز هیچ کاری نمیکنه و اردک‌ها خودشون همه چی رو مدیریت میکنن. نتیجه اینا چی میشه؟ مصرف سم و علف‌کش تا 70% کاهش پیدا میکنه.
هم پول کمتر خرج میشه، هم خاک سالمتر میمونه، هم خود برنج کیفیت بهتری پیدا میکنه. و جالبتر این که تو بعضی مناطق کشاورزا کریفیش یا همون خرچنگ‌های آب شیرین و اردک رو همزمان با هم توی زمین‌های برنج میندازن. خب تا اینجا داشتیم از خرچنگ‌های آب شیرین و اردک‌ها حرف می‌زدیم و حالا در کمال تعجب ماهی‌ها هم میارن وسط زمین برنج. معلوم نیست زمین برنج یا آکواریوم. حالا قضیه چیه؟ یه سیستم قدیمی و هوشمندانه که قرن‌هاست توی چین استفاده میشه و اسمش رفته تو لیست جهانی میراث کشاورزی بشر. داستان از این قراره: ماهی‌ها تو آب مزرعه میچرخن، آفت‌ها رو میخورن، فضولاتشون خاک رو تقویت میکنه و حرکتشون باعث میشه خاک زیر آب تکون بخوره. نتیجه این چی میشه؟ اکسیژن وارد خاک میشه، میکروارگانیسم ها فعال میشن، کلی مواد مغذی آزاد میشن و ریشه برنج بهتر رشد میکنه. حتی باعث این میشن که کودهای موجود توی خاک بهتر جذب بشه، یعنی بهره‌وری برنج هم میره بالا و در نهایت یه سود شیرین از دو طرف، چون هم برنج با کیفیت تری به دست میاد، هم ماهی‌هایی دارن که میتونن بفروشنش. حالا طبق گزارش‌ها کشاورزایی که این سیستم رو پیاده کردن سود خالصشون 45 تا 270% بیشتر از کشاورزی سنتی بوده. یعنی یه زمین ساده تبدیل شده به یه کارخونه تولید برنج و پروتئین. خب دیگه تا چینی ها ما رو هم نگرفتن بکنن قاطی برنجاشون، بیایید همینجا این بحث رو تمام کنیم. حالا به این فکر کنیم که تو شالیزارای گیلان یا مازندران کنار برنجای ایرانی که بوش آدمو دیوونه میکنه، کریفیش یا همون خرچنگ آب شیرین یا اردک یا حتی ماهی هم پرورش داده بشه. نه تنها صادراتمون چند برابر میشه، بلکه هزینه‌های کشاورزی نصف میشه. برنج ارزونتر میشه، خاک سالمتر میمونه و کشاورزا هم کارشون سبکتر میشه و نفس راحت میکشن. تازه پول خوبی هم به دست میارن. آیا وقتش نرسیده که یه نگاه تازه بندازیم به مدل کشاورزیمون؟ آیا نمیتونیم یه نسخه ایرانی از این انقلاب راه بندازیم؟ شاید آینده امنیت غذایی کشور تو ترکیب همین موجودات ساده با یکم خلاقیت باشه. نظر شما چیه؟ تو کامنت‌ها بهمون بگین. و حالا به پایان یه سفر علمی دیگه با دروازه زمان رسیدیم. ممنون که تا پایان همراه ما بودین. تا ویدیوی دیگر، بدرود.